سلام، خیلی خوش اومدین به یه ریاکشن ویدیوی دیگه از آلبوم رند از فدایی. آهنگ قبلی یه ذره منو تحت تاثیر قرار داد، رفتم یه دور زدم اومدم و حالا اینجا این با آهنگ بعدی تهران پاریس. آهنگ تهران پاریس 7 ساعت پیش اومده، 23,000 تا ویو داشته روی یوتیوب و 2100 تا هم لایک داشته. بریم سراغ این آهنگ ببینیم که به چه صورتی هستش. فهمیدم کافرم وقتی خواهر دو قلو مرده بیرون اومده شکم مادرم. فهمیدم کافرم وقتی خواهر دو قلو مرده بیرون اومده شکم مادرم. یعنی چی؟ یعنی دوقلو بوده فدایی؟ این به دنیا اومده خواهرش مرده یا داره مثال چیزی رو میزنه؟ باید بریم جلوتر ببینیم چی میگه. خونو پاک میکردن رو تن لاغرم، رو مطابی بیمارستان جون میداد چاپرک. آسمون تاریک پایین شهر پاریس، اتاقمون کوچیک‌تره، ماتیز لالایی میخوند برامون. آژیر اولین نقاشی که دیدم خونی بود که رو کاغذ دیواریای خونه پاچید. وقتی بابا مست میرسید از کازینو نیمه شب دندونای ماما فرو میرفت تو سیب تلخ. صورت زمین ترک میخوره زیر برف، جای غذا بوی طلاق میپیچید از زیر در. داره یه داستان این خانواده رو میگه. حالا نمیدونم این خانواده ای که داره میگه خانواده خودشه یا داستان کسی دیگه یا کلا یه داستان خیالی. حالمون تلختر بود قهوه بی شکر، بعضی وقت کاری نمیشه کرد ولی میشه. حالمون تلختر بود از یه قهوه بی شکر. رفت آخرین تلختر بود قهوه بی شکر، بعضی وقت کاری نمیشه کرد ولی میشه رفت. واقعا هم بعضی وقتا کاری نمیشه کرد. آخرین تصویری که یادم از پاریس، دوتا کفش دست همو گرفتن رو سیم برق. یا پامون تهران یا پامون پاریس، تو فصلای کتاب من تکراری پاییز. یه گوشم اخطار یه گوشم آژیر، دلمون روشنه چشمون تاریک. یا پامون تهران یا پامون پاریس، تو فصلای کتاب من تکراری پاییز. یه گوشم اخطار یه گوشم آژیر، دلمون روشنه چشمون تاریک. بچه بودم چرخ طیاره خورد کف تهران، انگار پشت سرم بسته میشد در زندان. مادر یه شهر غرق میشد تو غم چشماش، تو پیروزی غمه میخورد کف سر شیطان. تو پیروزی مادر یه شهر غرق میشد تو غم چشماش، تو پیروزی غمه میخورد کف سر شیطان. من انبوهی راز و کم رویام و بابایی که نبوده و شکی کنم دست. فکر کنم بچه طلاقه که میگه بابام نبود. شیطان من انبوهی راز و کم رویام و بابایی که انبوهی راز و کم رویام. نبوده و شکی کنم دست تو جیباش، جای قاب عکسی که رفت. پدری که نبود یواشکی دست بکنم تو جیباش. آخ کم رویام و بابایی که نبوده و شکی کنم دست تو جیباش، جای قاب عکسی که رفته بود در رو دیوار. سراغشو میگرفت آینه اشم دنیا دیر میرسیدی من میشه سر. پسر تو چی بگم من اصلا عجیب و غریبی واقعا. گلادیاتور رپ فارس واقعا لایق توه. لایق نیست، یعنی اصلا کسی دیگه نمیتونه این عنوانو یدک بکشه.
در رو دیوار سراغشو میگرفت آینه هشم دنیا دیر میرسیدیم همیشه سر کلاس درس و موقع گوشی نبود همراهمون سلاح سخت شب آفتاب میمرد و سیاه میشد لباس شش جمع میشدیم دم خونه آجوری پلاک ده مچ دستم و میکرد ساعت من ادام میگفت الانم واسه رفتن دیر شده نمون آخرین تصویری که یادمه از تهران آزادی بود که هیچ موقع نبود آخرین تصویری که یادم از تهران آزادی بود. فکر کنم میدون آزادی رو میگه. بعد میگه که ولی هیچ موقع نداشتیمش. یه پامون تهران یه پامون پاریس تو فصلهای کتاب من تکراری پاییز یه گوشم اختار یه گوشم ماژیر دلمون روشنه چشمون تاریک یه پامون تهران یه پامون پاریس تو فصلهای کتاب من تکراری پاییز یه گوشم اختار یه گوشم ماژیر دلمون روشنه چشمون تاریک هنو نشده بود سن بلوغم را سر کوچه وای میستادیم تو رو سرن که همیشه چک سنگینو میخوری از اونایی که فرو دستن منم مثل تونی مونتانا بازی و هر رستوران شروع کردم جرم ما بیشتر بود تونی مانتانا رو که میشناسین خودش اونم از رستوران شروع کرد و یه آدم عجیب و غریبی شد. فیلمشو حتما ببینید اگه ندیدین. میگه که منم از رستوران شروع کردم. توی رستوران کار میکرده توی پاریس. پله های ایفل ناپلی مونتانا بازی و هر رستوران شروع کردم جرم ما بیشتر بود پله های ایفل ناپدریم حبس بود اینم که معلومه میگه تعداد جرمای ما از تعداد پله های ایفل بیشتر بود. و هر رستوران شروع کردم جرم ما بیشتر بود پله های ایفل ناپدریم حبس بود و چشم ما به میله مامورا مصادره کردن کل زندگیمونو میکشه جهنم و اجدها به سینه واسه رویاهات از استخونات نردمون بساز ما حتی جلو خدا نشد دستمون دراز سرد روح ما مثل قلب کوسه ها اینجاش هم که دیگه معلومه دیگه چی میگه. میکشیم تا باشه حقمون قصاص زخمای رو تنم آخر داستانمون تازه داره پخش میشه کارتای رومیز اولین تصویری که یادمه هم مهدیار یکی برده مشکی بود و باندای خونه چی بود؟ اولین تصویری که یادمه هم مهدیار یکی برده مشکی بود و باندای خونه یه کیبورد مشکی بود و باندای خونی. یه منظوری داره. یه پامون تهران یه پامون پاریس تو فصلهای کتاب من تکراری پاییز یه گوشم مهدیار یه گوشم ماژیر یه گوشم مهدیار فصلهای کتاب من تکراری پاییز یه گوشم مهدیار یه گوشم ماژیر دلمون روشنه چشمون تاریک یه پامون تهران یه پامون پاریس تو فصلهای کتاب من تکراری پاییز یه گوشم مهدیار یه گوشم ماژیر دلمون روشنه چشمون تاریک اینم جالب بود تو نوع خودش. مثل یه بیوگرافی که نه یه قسمتی از زندگی خودشو داشت برای ما توضیح میکرد در قالب شعر و رپ و اینکه چجوری بوده و از کجا اومد چجوری شروع کرد و این داستانا. آقا مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. همچنان هستیم با آلبوم رند و همین. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، چنل رو سابسکرایب کنید و اگر نقدی یا انتقادی دارین برام بنویسین. مرسی. فعلا.